امپراتوری بریتانیای کبیر. بریتانیای کبیر یکی از امپریاهای بزرگ در جهان معاصر به حساب می رفت. بریتانیای کبیر گرچند دنیا را به دام خود نافتاند یا خود به دست نآورد، لیکن قسمتی از زیادی سرزمین ها را به دست گرفت. سرزمین های پهناور، مستملکه های زیاد زیر دستش آمد. برای این موفقیت ها نقش جغرافیایی بریتانیای کبیر خیلی واضح است، زیرا آن کشوری بود دور از غوها، دور از شورش ها، دور از انقلاب ها. راه های آبی آن با تمام جهان برآمدن و سفر کردن انگلیس ها خدمت بسا ارزنده می کرد. در عصر 18 بریتانیای کبیر نظارت بحرها یا خود آبهای زیاد جهانی را در دست داشت. شهروندان بریتانیای کبیر آینده آن را در پس اقیانوس ها می دیدند. انگلیس ها پیش از آن که یک سرزمین را مستملکه خود گردانند، در آنجا بازارها می گشادند. بعدها کمپانی‌های تجارتی انگلیسی در سرزمین‌های آسیای شرقی، آسیای جنوب و شرقی، استرالیا و امریکا به کار آغاز کردند. آنها توانستند که تجارت جهان را به دست بگیرند. انگلیس ها توانستند تیموریان هند را در هند از میان برند و هند را به دست آورند. نیروهای فرانسوی که در هندوستان حضور داشتند، طی یک نبرد انگلیس ها آنها را از این سرزمین بیرون کردند. همین طور طی سالهای 1756 1763 در کانادا هم این نبردها به وقوع پیوستند. در اینجا هم فرانسه شکست خورد. سال 1783 بریتانیای کبیر با ایالات متحده آمریکا در جنگ شد. در نهایت بریتانیا شکست خورد و مجبور گردید که استقلالیت آمریکا را به رسمیت بشناسد. انگلیس ها 25% خشکی زمین را در دست داشتند. تا سال 1938 باشد 20% جمعیت جهان را زیر سلطه خود داشت. پس از سال 1945 مستملکه های بریتانیای کبیر از دستش آهسته آهسته می رفتند و نفوذ آن در جهان کاسته می گردید.